جامعه اسلامی از بارزترین خصوصیاتشون اهمیت دادن به نمازه. نمازی که پیامبر اکرم علیه السلام حتی در سکرات موت، در لحظه جان دادن و جان کندنش از آن غافل نبود و امت اسلامی را به اهمیت آن و پایبندی به آن و محافظت بر آن توصیه و سفارش بینمود. الصلاة و ما ملکت ایمانکم. نمازی که رسول اکرم علیه السلام حتی در مرض موتش با جماعت برگزار نمود. اگر زمانی که نتوانست خودش در محراب قرار بگیره، در همون حجره‌ای که بود تو متصل به مسجد بود و صفقت نبود، فرمود مرو ابابکر فلیصلی بالناس، دستور بدهید ابوبکر پیش نماز بشه و خودش به او اقتدا کرد. و هنگامی که پرده کنار زد دید که مسلمان ها با صف منظم همونطور که پشت سر پیامبر ایستاده بودن پشت سر ابوبکر هم صف گرفتن. خوشحال شد، چهرهش از شدت خوشحالی می درخشید که این امت موفقه، سربلنده، در عرصه های مختلف میتونه گلیم خود از آب بکشه و در برابر دشمنی که به خون آنها شهیده میتونه مقاومت داشته باشه به برکت نماز. این رشده، نشانه رشد هر قوم عزیزان اهمیت دادن به نمازه. نمازی که فرضیتش در کجا اعلام شد؟ بر پیامبر. در زمین نه، در آسمان‌های هفتگانه خداوند متعال همه احکام را در همین زمین فرض کرد، حکم فرضیتش را در همین جا نازل کرد. اما لحظه ای که خواست فرضیت نماز را اعلام کنه پیامبر را دعوت نمود. در شب معراج فرضیت نماز اعلام شد تا برساند و بفهماند که نماز معراج هر مسلمانی که تو دوست داری در کنار عرش خدا سجود کنی، در کنار عرش خدا شهادت این بگویی، نماز برای ما مسلمان ها معراجه، عروج روحه. چرا در حدیثه که نماز انسان اگر خوب برگزار شود جایش اینجا نیست، اینجا زندانه، درهای آسمان هفتگانه بر اون باز میشه تا به درجه قبول برسد. ولی اگر نماز انسان ناقص باشه و انسان نمازش فقط شکل نماز باشه، صوری باشد، مثل پارچه کهنه پیچانده می شود و به سر نمازگزار زده میشه که این نماز به درد خودت میخوره، نه طهارتش کامله، نه وقتش رعایت کردی، نه خشوع و حضور قلب داشتی، همه فکرهات گذاشتی برای وقت نماز، فکر تجارتت برای وقت نمازه، فکر نمیدونم خوردنت برای وقت نمازه، فکر مسافرتت برای وقت نمازه، انواع فکرها در وقت نمازه.